سلام بچه ها، امروز میخوام بهتون یه مود خیلی کاربردی برای ماینکرافت معرفی کنم به اسم اینونتوری پروفایل. این مود مخصوص کسایی که همیشه موقع بازی کلی آیتم دارن مدام سردرگمن. الان ما اینونتوریمون پره و یه سری دکمه ها داریم. دکمه اولی سورت اینونتوریه که میاد اینونتوریمون رو بر اساس همون آیدی ها یا همون بلاکامون، آیدی ها یا همون آیتمامون پر جابجا میکنه. بعدی سورت اینونتوری کلمزه که میاد اینونتوری ها رو به صورت افقی، همینجوری که میبینی افقی پر میکنه. و بعدی هم ایونتوری سورت ایونتوری راوزه که کمک میکنه که وسایل یا هم آیتم به صورت عمودی دسته بندی میشه. اگه چند تا آیتم دارین به صورت عمودی براتون دسته بندی میکنه. اینجا هم اگه ببینید شما میتونید با یک کلیک با یک دکمه شیفت میتونید تمام آیتم ها رو بندازید داخل چست یا با یک کلیک بیارید از چست بیرون و داخل ایونتوریتون قرار بدید. اگر و اینکه دیگه همین و چیز خاصی هم نداره که الان تو کامل دسته بندی شده. و اگر هم لینک دانلود این مونده میخوای حتما جوین چنل دیسکورد بشید، لینکش اونجا گذاشتم. فعلا